السلام علیکم. ما خوانندگان صنف نوبی بی مؤسسه تحصیلات میونم رقم 26 شهر توسوزاده کار لابراتوری داریم و میخواهیم که در کار لابراتوری خطهای قوگی میدان مگنیتی را مشاهده نماییم. از این لحاظ به ما سه چیز لازم است، بسیار چیز نه. از این لحاظ یکم به ما لازم میشه آهن ریزه، یک ورق عادی و یک مگنیت. از این لحاظ ما تجربه را آغاز می‌کنیم. اول ما لیست رو میگیریم، در آهن ریزه رو به مقدار معین میریزیم. بعد از طرف آن را با دو دست تپیده ما از یک حادثه می‌گذرونیم که همین آهن ریزه یک جایش در شکل خورپشتک را میگیره، یعنی خارهای خورپشتک می شود. از این لحاظ با این ما مشاهده می‌کنیم که خطای قوگی میدان مگنیتی حقیقتا موجود است. شکل خورپشتک را گیریم. ما اگر با کدام طرفی که آن را روان نماییم آهن ریزه با همان طرف حرکت میکنیم. اگر ما با طرف چپ حرکت دهیم با طرف چپ حرکت میدیم. همین تجربه عادی ترین ما حساب میره. ما با این تجربه چی گفتنیم؟ میدان قوه میدان مگنیتی حقیقتا در طبیعت موجود است و ما آن را با این کار لابراتوری اثبات کردیم. تشکر.